صبح بخیر کد بانوانی عزیز. طرز تهیه بلینچیک: 2 دانه تخم، 2 قاشق شکر، نمک در نوک انگشت و همه رو با هم زن لب میزنیم. 4 قاشق روغن رستنی، همه رو خوب آمیخته میکنیم و 1.5 پیاله ارد رو قبلا الک کردم و کم کم ارد رو ilova میکنیم. بعدن 1 پیمانه شیر گرم، شیر رو هم کم کم ilova میکنیم و خوب لط میزنیم با هم زن و 1 پیمانه آب گرم. همه رو خوب آمیخته میکنیم و خوب خمیر ما آماده است. بسم الله الرحمن الرحیم. از همین مقدار خمیر من 11 دانه بلینچیک گرفتم. توبه من برش 25 است. اگر خواهید که بیشتر گیرید همین دستور رو ضرب 2 کنید و شاید اگر توبه شما خردتر باشد باز بیشتر می شود. 1 دانه بلینچیک رو من حاضر در نزد شوی آفتاب نشان میدم. ببینید که تنوکیش و داخلش چگونه است. خوب آماده شدن. نوش جان. تشکر زیاد.